سلام علیکم. دیوانه باش که غم دیگران خورن، هوشیار مباش که غم دیگران خوری. این چند روزه مهلت ایام آدمی است، شوخی مکن که بر تو همین ماجرا رسد. قصه درباره زندگی نقل میکنیم. پگه روز کمپیرک برلخ میخزه ستیلچشه میگیره گوجوشی رو میگه میبروی گو در بین حوله انا بخیر به تختی پوش مردگی زیغ میشه بند گردنی گو میره خرطه خودش میمونه درخت کشول میکنه دارد میکشه کمپیر موی سفید میخزه شوهرش طهارت کنی میروی میبینه که کمپیر حاد مردگی بین حوله ده گو مردگی وای داده میگی ملتقه میگیره قرطه کش میمونه که مشپه موی سفید چرپتید میشه. یکان لحظه پس بچه میروی میبینه گاو مردگی اوچه فلخ کشیدگی پدر تیت خو مگه چی در کار ما دمی زندگی ملتق میمونه که قرصص بشه پا ایسا غیرش هم میمره. دیومنگی بچهش میبرویه میبینه حولی ده همه مرده واقعی کارو میبینه یه لینچه ده یه سنگ منزای حولی گردنش کشول میکنه میگه میبرو خودم دریا دو میپرتون پیش دریا میره در دریا ده که ماهی تیلوی هم خیلی پریده سایی گفته چیکار میکنی چیکار کردی سایه مردک حادثی کار رو نقل میکنه پدر مرد مادر مرد برادر مرد من خیلی غرق میکنم چی در کار مده ای زندگی گفته یا اصلا وقتی اگر من میتونم میاره همش زنده کرده پس گردوندن اگر تو 5 بار قتیمه سکس کنی میتونی گفته ها میتونم میزنن که 2 بارک پلوچت بشه میگه بپر نشید دادری کنجگی میروی میبینه حولی رو مرده لغت کده ای همه از سنگ سری حرکه میکنه لوی دریا میره میبینه ماهی تیلایی پریده است ده ماهی تیلایی و جه فکرسته که میگه تم ای همه اولادی میگه ها میگه میفورم پدر و مادر گاو پا همه سسته و زنده کنم گفته وقتی گفته 5 بار سکس میکنی گفته حالی بیا فکر کنم همون لولوی دریا رفته گفته 6 بار ماهی میگه سریوز نه میگه نه 7 بار تو گفته ایخستنی بچه رحمتی گفته تو خود ایخد اوورینی 7 بار گفته بچه هرچی میگه ما خودم 100 مراتب اوورینم تو خود دایخد اوورینی موی گفته کنش دو اوورینم با گفته رنگی گوه که در بین حولی مردگی خود تو در بین آذرخان نری بعدی سکسی با سلامت. غریبی کوی سخت سه برادر غریبان را مکن دارم آزار پگاه خستم در خانه کشادم بدیدم چند جوان خفته بیمار و دل گفتم جوان را زنده یابیم خبر آمد جوان مرد از بیمار. یا سلام پیغام ایمون که غریبه خسروی برای مهر و محبت.